بحثی که الان میخوام خدمت دوستان داشته باشم و جلو بریم، یه تفکیکی میخوام قائل شیم بین شعار تجاری و شعار تبلیغاتی. در واقع شعار بیزنسی یا شعار برندمون، برند اسلوگان و ادورتایزینگ اسلوگان. وقتی ما میگیم که شعار برند میخوایم انتخاب کنیم، این نسبتاً کلی‌تر، بسیار نزدیکتر به هویت ما، خیلی از جنس طولانی مدت‌تر این گونه باید بهش نگاه کنیم. ولی وقتی میریم سراغ شعار تبلیغاتی، بنا به اهداف اون کمپینمون که میتونه معرفی خدمت، یک محصول، یک کار جدید، یا اینکه اصلا برای یک زمانی، مثلا برای نوروز است، برای مهرگان است، برای ایام سوگواری آقا ابی عبدالله است، برای یک زمانه خاصی، ماه رمضان است، برای اصلا هفته جنگ است. بنا به اون دوران شما میتونید شعار تبلیغاتی انتخاب کنید. پس میتونه در واقع درش سیزنالیتی داشته باشیم، میتونه نه به خاطر پروداکت خاصی باشه، میتونه به خاطر یک پروموشن خاصی باشه. اینا شعارهای تبلیغاتی هستن. ولی وقتی شما صحبت از برند اسلوگان میکنید، برند اسلوگان خیلی طولانی تره، مفصل تر، یعنی دیر به دیر عوض میشه، نگاه بهش خیلی بنیادی تر هستش. خب واژه هاش هم خب بعضی موقع به عنوان تو ادبیات آمریکایی، یعنی یانکیشو بگیم، خیلی موقع اون رو بهش میگن تگلاین. این که حالا واقعا تگلاین با اسلوگان فرقش چیه، خودتون خیلی اذیت نکنید. مثلا اینه که این اسلوگان بیشتر تمایل به کورپوریت برند یا برندتون داره و پایاتر و ماناتر است، یا اینکه موقت‌تر است و گذراتر است که به شعار تبلیغاتی میشه. به هر تقدیر اگر ما شعار تمایل تبلیغاتی داره، باید به کاربری نزدیک‌تر باشه، مثلا به محصول، به اون خدمت، به اون زمان، به اون رویداد، به اون موقعیت، در واقع اون وجهی که به خاطر اون کمپین شکل گرفته، اندیکاسیونش چی هست به عبارت دیگر. ما هم برند اسلوگان احتیاج داریم، هم ادورتایزینگ اسلوگان احتیاج داریم. توی این در واقع زحمتی هم که میکشین، در 2 ساعت هم شما میتونید عمل کنید، حتی در 3 ساعت میتونید عمل کنید. دیگه من برند اسلوگان میگم، ادورتایزینگ اسلوگان هم میگم، اصلا واسه اینم میخوام یه پروداکت اسلوگان هم خاصی بگم، یا واسه یک اوکیژن، مراسم، زمانه، موقعیت خاصی هم میخوام یک تبلیغ خاصی رو مطرح کنم. خواهشم این است که الان تا آخر برج این کار رو بکنید. نهایتا هفته اول آبان ماه، چون تا بفرستین داوری بشه طول میکشه. دومی که اصلا وقتی میزنید طول بکشه، یعنی میرید مثلا میخواید مثلا 3 هفته دیگه روش فکر بکنید، این ذهنیت شما یه مقدار میپره. بنابراین حتی تو همین جلسه یک چیزی به ذهنتون میرسه، لطفاً یادداشت کنید. مسلماً این شعارها باید با لوگو بیاد، باید با سکتورتون بیاد، یعنی سکتور کاریتون که حالا زبان اینجا هست، با سگمنتتون باید همنشینی باشه، نوع مخاطبتون، باید با اهداف خودمون کمپین یا اهداف سازمانتون یا اهداف برندتون باید هماهنگ باشه. اینا رو حتما در نظر میگیرید. اما چند تا استراتژی مهم داریم که استراتژی براتون نام میبرم. فکر می‌کنید این استراتژی بتونه راهگشا باشه براتون که فکر کنید که چه می‌خواید. اول اون هرمه رو با هم دیدیم. در اون هرمه دیدیم که شما در کدوم سمت می‌خواید صحبت کنید. در سطح فانکشنالیتی می‌خواید صحبت کنید، یا اینکه بالاتر می‌خواید به قسمت ایموشن و هیومن کانکشن، یا فراتر از اون می‌خواید در سطح پلژر که این محصول چه پلژری برای شما ایجاد می‌کنه، یا چه مینینگ. وقتی ما میگیم مینینگ، یعنی مینینگ به حیاتتون زندگی بده، که محصول جدیدی هم که الان دارن کار میکنن روش و خیلی محصول من بهش امید دارم. محصول دراما
که در واقع ترم و در واقع طرف میاد یه دونه مثلا چه میدونم مرگ یک فروشنده رو میاد این رو مثلا یا ترووست رو میاد اینو چند جلسه ادبیاتش رو وکبش و گرامرش رو یاد میگیره، چند سال عمل میکنه، فیلمش رو میگیریم، بازی کننده وجود داره، اگر سنش کم باشه مادر پدرش میبینن، اگر سنش بزرگتر باشه خودش یادگاری برمی‌داره. یک نوع از زیست هنرمندانه است، بیش از آنچه که در واقع اینجا فانکشنالیتی مهم باشه که زبان آموز طرف داره زیست میکنه سفیر رو. وقتی زیست میکنه سفیر وارد حوزه زیست جهانش میشه. سفیر فقط یک کالای مصرفی نیست که میخوره و میندازه دور، بلکه یک موجودی حدی از داخل زندگی و اون موقع به زندگیش داره معنا میده. اگه میگن تو چی کار کردی و چی میدونی، مثلا اگه بخواد در مورد مباحث هنری صحبت کنه ادبی، در مورد پارتیسیپیشن و مشارکت خودش در یک دراما، در یک اثر هنری و اینکه این در واقع ادبیاتش یاد گرفته، گفتارش یاد گرفته، حفظ کرده، اینا رو بیان میکنه، اینا ارزش بهش میده و این گونه هست. شکی نیست که اینجا در واقع سفیر دیگه در حد فانکشنالیتی نیست، در حد مینینگ و پلژر و در واقع مینینگ اف لایف داره وارد میشه. خب به غیر از این سری استراتژی هم داریم. شما باید ببینید کدومی که استراتژی رو میخواید و نظرتون چی هستش. خب آماده هستین دوستان؟ خانم‌ها چی؟ خانم‌ها اونجا آماده هستن بالاخره؟ خب از بدین از رد بشم. اولین چیزی که میتونه به کار بیاد اینه به افراد بگیم چیکار بکن. ادبیات فارسی خیلی این کاربرد نداره اول بگم، چون ما تو ادبیات فارسی زیاد با آدما مستقیم صحبت نمی‌کنیم. مثلا شما یک کتاب که مثلا آمریکایی نوشته باشه، مثلا میگه که با مشتریاتون این کنید، اینطوری کنید، خیلی حالت امره. اگه یک کتاب ایرانی بنویسه میگه که بهتر است با مشتری خود این گونه رفتار کنید، یا به نظر میرسد که این گونه رفتار کردن میتونه موثرتر باشه. ببینید ما ادبیات این گونه به کار می‌بریم. اونا خیلی موقع ادبیاتشون با خاطبیه، در واقع بچه در واقع امری به کار می‌برن، مثل just do it. البته شعار فعلی من هم همینه دیگه، سفیری باشه، درسته؟ مثلا ولی اگه بخوام فارسی کنیم اینو چی میشه مثلا؟ بفهم جان فرجان چی میشه؟ خب ببینید هر کدوم با فرهنگ و کانتکست خودش بعضی یک استراتژیه. تا وقتی انگلیسی صحبت میکنید این خیلی خوبه، ولی اینو بخوایم فارسیش کنیم استاد نتونسته، ما که نمیدونم واقعا چی میشه. نه جدا دوستان فارسی این چی میشه؟ واسه خودم هم یک سوال شد اصلا. در زندگی دیگران اثرگذار باشید، با دیگران در ارتباط باشید، از لاک تنهایی خود بیرون بیایید، اجتماعی باشید، چی؟ مفید باشید. چی میتونه باشه؟ ارتباط برقرار کنید. آی دکتر جانم بنده بودیم نمو کسی بود. بعد خوش فکر می‌کنم بگیم که پیش برو و به دیگران برس. آره بد نیست. آره خوب بود. آره reach out and touch someone. خب یا مثلا این یکی رو ملاحظه می‌فرمایید make the most of now. Vodafone. Make it happen. Royal Bank of Scotland. درسته. خب love the skin you're in.
حتی واقعا فارسی نمیشه، فارسیش واقعا نمیشه ترجمه کردی. خود خودتون استاد هستین، بعد یه طور دیگه مثلا. استراتژی دوم، تو استراتژی دوم به جای اینکه با آدما بگین چیکار بکن، میگی که من بزرگ این حوزه هستم، من توی این حوزه برتر هستم، خودم، کالام، بخشی از من، تکنولوژیم، یک بخشی از من بخش جدی هست توی این حوزه. مثل در واقع همینه دیگه، همین که میبینی دیگه، من سوپر هستم، سوپریور اینجا هستم. better sound for research، منافع برند آورده. یا the best a man can get، Gillette. The best a man can get، Gillette. میشه بهتر از این گیرت نمیاد آیا فرزاد؟ درسته؟ هدیه‌ای برتر برای یک من. چی برتر؟ هدیه‌ای برتر برای یک من. یا بهترین هدیه برای یک من. نه میگه گیرت نمیاد بهتر از این، خیلی هدیه‌ای نیستش. هدیه است. خوبه. درست. Probably the best larger in the world. یه نوع آب میوه است. نمیدونم چه هیچ نمیشه ترجمه کرد. The ultimate driving machine. بله درست. اینا ببینید استراتژی های the greatest، the greatest، the real thing. این نمیشه ترجمه کرد. بله. خط هوایی مورد علاقه دنیا، مورد پسند دنیا. اینم گفته پارس خودرو انتخابی برتر. یعنی یه طوری داره میگه من متفاوتم. حتی خودم از خنده من نذاشتم. خوبه پارس خودرو، خوبه دیگه. پوشاک هاکوبیان همگام با پیشگامان صنعت پوشاک جهان. تاج همیشه که یک نوع از مبارزه طلبی توشه، یک نوع از برتری طلبی توشه. یک نوع دیگه از استراتژی هست، استراتژی بله اوضاع داره بهتر میشه، اسکیل بهتر، درسته؟ مثلا advancement through technology، یعنی به این طریق شما میتونید بهتر باشید، به این طریق اوضاع بهتر میشه. یا impossible is nothing، we try harder، ما تمام تلاشمون رو میکنیم. touching lives improving life، PNG، یعنی یه طوری در سویه مثبت رشد در واقع قرار گرفتن در این موضوع خاص، یا در یک کالای خاص، یا در یک سکتور خاص، یا در یک سگمنت خاص. این چیز مورد خیلی علاقه منه. We are the category. این خیلی مورد علاقه منه. فارسیش میشه اصل جنس. یعنی آقا اصلا میخوای، یعنی مثلا بخوام در مورد سفیر بگیم، سفیر یعنی زبان. یعنی سفیر همون زبان است. یادتون میاد سیب همون سیب است؟ یا سیب همون سیب است؟ این کاتگوری مال ماست. درسته؟ مثلا دکار. هیچی نه، دکار. هیچی نگفته. شبیه این چیزی یادش میاد کسی؟ خیلی معروف. توی الکترونیک بود، یعنی کارهای برقی بود. درود بر شما. It's a sunny. اصلا شعارش این بود. It's a sunny. نمیگفت
it's better مثلا اصلا هیچ superiority رو نام نمیبرد، میگفت it's sunny. یعنی خود سنی بودن یک صفت است. این قاطبوری، عربا از کاتگوری میگن قاطبوریا دیگه. آثار یونانی که از طریق ایرانی ها ترجمه شد به عربی کاتگوریشو قاطبوریا. و دوباره ایرانی ها با همون طبع لطیفشون، چون میدونید مثلا ارسطو میگفت اصلا ذهن کارشون که تقسیم بندی کنه به فصل و رسم و اینا و حد و جنس و اینا، و مثلا اینکه کاتگوری رده بسازه، مثلا به یک پرنده و خزنده و جهنده و زن و مرد و دیگه جدا کنه دیگه، درسته بزرگ و کوچیک و کوتاه و بلند و کنتراست بده. و میگفتن کسی نمیتونه اینا رو با هم دیگه خوب کنتراست بده و قاطی میکنه اینا رو، میگفتن این قاطع‌گوری نکرده، قرقات کرده. فارسی زبان ها این کاری با تبدیلشون در واقع قاطع‌گوریا اینا باید کنن قرقاته، در واقع یعنی اومده رده بندی ها رو به هم ریخته که واژه قاطی که شما امروز میگین که این قاطی کرده در واقع مقلوب واژه، یعنی در واقع کوتاه شده واژه قرقاته که قرقات هم مقلوب واژه قاطع‌گور است که قاطع‌گور هم برگرفته از کاتگوری در واقع لاتین است. شما وقتی میگید یک رده رو مال خود میکنید، یک روش خیلی مناسبی است. میگه آقا این عین اونه. یه زمانی برای من، زمانی که سنم کم بود، دو تا مؤسسه توی ایران همچین حالتی داشت. یکی مؤسسه دکتر نه، یکی مؤسسه بود توی سیمین. خیلی سیمین. حالا وقتی من گفتن زبان، من فکر می‌کردم سیمین، وقتی میگفتن سیمین میگفتم من به نظر من چی میرسید؟ زبان میرسید. یکی هست کانون خیلی قدیم بود. چی بود؟ بله. این دوتا واسه من چیز داشت، یعنی این همانی داشت، آیدنتیکال بود. وقتی میگفتن زبان میشد اون، وقتی اونو میگفتن معنی چی میداد؟ زبان. یعنی آیدنتیکالیتی واسه من پیدا کرده بود. اینو ببینید، میگه we are اکسون. اکسون میگه پرسن آیا اکسون کی هستی؟ میگه من اکسونم. این در واقع ادعای کاتگوری دارن. میگه مثلا من خود رده هستم. یا مثلا این شعار گلدیران ضمانت خرید شماست. در واقع میگه ببین، میگه گلدیران نمیگی که ضامن خرید، میگه گلدیران همون ضمانته. من همون کاتگوری هستم. هم کاتگوری چیه؟ در این نوع نگاه، یک نوع خودمحوری، خود مرکز بینی و اینکه من عینیت و آیدنتیکالیتی دارم با این حوزه وجود داره. به خصوص پایونیرها میتونن این ادعا رو بکنن. اگه شما پایه‌گذار یه حوزه‌ای هستید، مثلا کوبیسم و پابلو پیکاسو یکی هم، شما دوتا اینا رو احساس نمی‌کنید. هرچند که سورئالیسم پایه‌گذارش دالی نیست، ولی دالی آنچنان جایگاهی در سورئالیسم دارد که دالی و سورئالیسم یکی هستن. میگی دالی میشه سورئالیسم، میشه سورئالیسم میشه دالی. یا در ادبیات مثلا دارم میگم ادبیات رئالیسم جادویی، 100 سال تنهایی آنچنان جایگاهی پیدا کرده که وقتی شما میگین 100 سال تنهایی معنی چی پیدا میکنه؟ رئالیسم جادویی. وقتی میگه رئالیسم جادویی به عنوان یک اثر بارز چی تو ذهنتون میاد؟ 100 سال تنهایی. و یک استراتژی دیگه این که ما نمیگیم ما بزرگ هستیم، ما توانمندیم، ما میتونیم. ما نمیگیم ما رده هستیم، ما همون کوبیس هستیم، ما همون زبان هستیم، ما همون برند هستیم. ما نمیگیم ما داریم بهبود میدیم، کارا رو به اوضاع داره بهتر میشه. ما میگیم مقابل مخاطب تو بزرگ هستی، تو شایسته هستی، تو توانمند هستی. Red Bull give you wings. داره به اون رو داره بهتر میکنه. Because you worth it. اورال میگه بخاطر که تو شایستش هستی.
فارسی چی میشه؟ مادرزاده که چیز خیلی خوشگل نمیشه فارسیش ها. آنی دارد، نمیدونم چه چیزی باید بگم، شاید آنی دارد. خب من بگم که مادرزاده که چیز فارسیش خوب نیستش که. نمیدونم چی باید بگیم، ذاتی است. نمیدونم یه چیزی اینطوری میشه. ولی ببین در واقع داره اون شایستگی رو طرف مقابل میده. جانم؟ بعد بفهمید. گویی زیبایی در زد. بعد البته میدونید که این میبلین maybe she is born with it میبلین در واقع یه خود بازی زبانی هم درود برش یکم جویناس دیگه. استراتژی خیلی خوبیه. UNS UBS connecting people Nokia connecting people. خب بریم چند نمونه ایرانیش هم ببینیم. ساعت بیمه رو گفته بودم که به عنوان مثال تو خدمات یه نگاهی بهش بکنیم که یکی واسه در واقع سنت پال اینشورنس رو نشون دادم دیگه. آسیب پذیری اعتماد زمانی که احساس امنیت میکنی در زمانی که آسیب پذیری، ترجمهش این میشه اگه یادم باشه. خب حتما ما میدونیم که تمایز باید داشته باشیم، ماهیت برندمون رو باید نگاش کنیم، مباحث کارکردی یا حوزه غیر کارکردی، مباحث عاطفی فرهنگی رو باید توی اون شعارمون ببینیم. و خب قاعدتاً مزایای کارکردی اگه بخواد فقط توی چیز بره کپی میشه، خیلی سخته و برندها روی مزایای غیر کارکردی میرن هویت سازی میکنن، چون کپی کردن ازش چی میشه؟ سخت میشه. شما یک دونه کورس بوک خوب در میاری تا درآوردن سخته، ولی درآوردیش کپیش فکر کنم خیلی راحت باشه. ولی اگه دراما درآوردین به این سادگی قابلیت کپی خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. و آخر سر از اون تصویر برند میسازیم که سخت میشه اینا رو کپی کرد. خب ببینیم اینا رو چرا کردن و این چند تا از این بیمه ها رو اینا بیمه های مختلف، حالا 20 خورده بیمه هستش. ما یه چند تایشو براتون من شعاراشون آوردم، ببینیم که این خواص دارن یا ندارن. خب بیمه دانا دوباره رفتش، مطمئن و توانا، درسته؟ بیمه دانا، مطمئن و توانا. بیمه معلم کو گزینه برتر ایرانی. میبخشید این هی عقب جلو میشه، نمیدونم چرا. یه لحظه اجازه بفرمایید، شاید از این حالت در بیاد. برگشت کجا دوباره میبینید؟ خب تا اینجا رفتیم. خب بیمه پارسیان دنیا آرامش. بیمه کارآفرین انتخاب حق با شماست، حق شماست. بیمه ملت با شماست. بیمه میهن انتخاب مطمئن، آرامش خاطر. بله. بیمه کوثر ارائه دهنده انواع بیمه های کجاست؟ بله، سرچشمه آرامش. آرامش شما بخواید من دوباره از اون اشتباه نکنم. بیمه توسعه کدومشه؟ بالاخره تعهد
تعهد، وجدان کاری، سرعت‌عمل، عدالت محوری مساوی با بیمه توسعه و توسعه بیمه. آرامش رو با بیمه رازی تجربه کنید. خب آرامش و اطمینان رو با ما تجربه کنید. بیمه دی، بیمه روز. بیمه دی همیشه خلاق، همیشه پاسخگو. بیمه دی ضامن آرامش. آرامش مگن اینا آرامششون به هم میخوره. باید بیمه پاسارگاد آرامش شما، هدف ما. با بیمه جامعه عمر و سرمایه گذاری بیمه الگوز آینده‌ای بهتر بسازیم. خب من اینا رو جمع کردم اینجا خدمتتون. چون از این پایین بعد وصل شه به اون بالا، چند تا که کلیک میکنی یه خورده ظاهرا سخت میشه. من اینا جمع کردم. دقت بفرمایید، استفاده از اطمینان و آرامش مدام دیگه، یعنی اولیش آرامش و اطمینان داره، سومیش داره، پنجمیش داره، هشتمی داره، نهمی داره، 11می داره، 12می داره، 13می داره، 14می داره و همه اینها این حالت دارن. و سوال اینه که خب کدومی که از این یاد شما میمونه؟ اساسا یاد شما میمونن اینا؟ درسته؟ یعنی این همه آرامش یاد کسی میمونه؟ همینه یه چیز دارن. ببخشید اینطوری میشه، پوزش میخوام نمیدونم چرا اینطوری میشه. دنیا آرامش اون که تعهد و وجدان و کاری سرعت‌عمل و فلان به همان فکر کنم حق هسته‌ای هم جزو ایناست. آرامش دوباره با بیمه رازی، بعد ضامن آرامش، بعد آرامش شما. به سوال اینه که خب خوبه، حالا آرامش خوبه. اکثرا هم لوگوش یه چتری توشون هست، یه چتر تو لوگوش. خب کدوم به یاد ما میمونه؟ کدوم منحصر به فردن؟ به نظر میرسه مثلا مدیرانشون اومدن دیدن که خب قبلی آرامش استفاده کردیم، خب ما آرامش استفاده میکنیم. یه رویکرد خیلی بیشتر از آنچه که برندی یا بازاریابی باشه محافظه‌کارانه است دیگه. بخش بزرگی از اینا یا دولتی ان یا خصوصی ان دیگه. خب تو خود دولتی و خصوصی هم که نگاه برند و بازار به معنایی که ما داریم صحبت میکنیم که نیست، بیشتر عافیت طلبی است. خب همه آرامش گذاشتن، اگه کسی از ما میراد گرفت میگه آقا بقیه رو نکن، ما آرامش گذاشتیم. یعنی برعکس اون چیزی که جزء در واقع آموزه های بازاریابی و برندسازی است. در صورتی که باید یکی از اینها رو در پاسخ بده، یعنی استفاده از کلمات خوب، تداعی کننده مفاهیم خوب، بیان یک منفعتی که مشتری میخواد، عینیت بخشیدن به وعده های برند. یه چیزی شبیه این باید باشه و اگر خیلی طولانی باشه یا ارتباط منطقی نداشته باشه خیلی زیاد، یا خیلی همش در مورد خودمون تعریف بخوام بکنیم، خیلی بخوام تخصصی حرف بزنیم، خیلی بخوام مبهم حرف بزنیم، یا خیلی بخوام عمومی حرف بزنیم، شعار شاید از اون خاصیتش خارج بشه. البته شاید شما مواردی بیارید که خیلی عمومی هستن، just do it، ولی عمل میکنه. ولی ببینید این just do it با اون اسطوره‌ای که تو نایک ساختن میخواند، چون میخوانه جواب میده. ولی یه بیمه عمر بیاد بذاره اسمشو just do it، دوباره ترجمهش چی میشه آقای فرزاد؟ بنابراین بعد ما یک تعیین هویت بذاریم، بعد جایگاهمون رو تعریف کنیم،
کلمات مرتبط با این جایگاه رو میخوایم یک لیست ازش بسازیم، دوستانی که دوستان یادداشت کنن، گسترش بدیم این لیست رو و بعد بیایم شعارمون رو طراحی کنیم. پس ما کی هستیم؟ در کدوم جایگاه هستیم؟ لیست کلمات مرتبط با این قضیه چی هستش که ما میخوایم بهش میگیم در واقع این بذار کلمه تخصصی برای دوستانی که دوستان تخصصی در کار کنن، خانم سلیمانی بهش میگیم مایند مپ و در واقع اون طرحواره ذهنی از واژگانی که حول و حوش این جایگاه و این هویت هست چیست که مطلوب ماست، چه دستگاه واژگانی، چه الفاظی رو با این هویت و این پوزیشن ما میخواهیم و بعد اینو گسترش بدیم و بعد حالا نوآورانه و زیباش کنیم. همه رو با هم انجام ندید. حالا یه نفرم همه رو با هم انجام داد، دست مریضات زیباست، آفرین. ولی متدیک برید جلو بهتره، چون یه بار دو بار سه بار چیز جالب در می‌بینیم بعد سخته. ببینید که من کیستم، جایگاه هم چیست، حالا خودتون، برندتون یا اون محصولتون، چه واژگانی رو میخوام به کار ببرم، گسترش بدم این لیستمو، بعد هنری و نوآورانش کنم. اگه این مسیر رو برین قاعدتا به اتفاقات خوب میرسیم. چند نمونه از بیمارم تو اون ور آب ببینیم، بکنم بد نباشه. Oxen Insurance Redefining Standards. خیلی خوبه نه؟ تعریفی دوباره از استانداردها. Redefining Standards. A careful plan for a carefree tomorrow. Allianze. Reliable planning for realizing dreams. For your future. General Insurance Group. We are not the general. خودتون اینا رو ملاحظه بفهمید. بعضی از اینها برای پروداکت هم، بعضی از اینها برای خود برند هستن. خیلیش به نظر من خوبه. مثلا higher standards, your future today, the power to help you succeed. حداقل از اون آرامشه که اینقدر تکرار میشد به نظر میرسید بهتره. حالا بخواد بعد این رو خدمتتون میدم. نتیجه میزان تقاضای بیمه عمر در کشورهای مختلف. کانادا 5 تا، ژاپن 5 تا، هندی 2 تا، ایران 1 تا.